اندیشه کن این از وطن ای دل دم بیدار شو اندیشه کن این از وطن ای دل دم بیدار شو برخیز وقتی صبح دم سوی مسجد قدم تا شادمان گردی ز غم ای دل دم بیدار شو تا شادمان گردی ز غم ای دل دم بیدار شو. یک دانشگاهی بزرگی هست که انسان به تخت راست میگرداند. بنابراین روز حضرت عمر خطاب رضی الله عنه نزد پیغمبر بزرگوار آمد گفت یا رسول الله آب چشم از چشم من گم شده گریم گم شده یا رسول الله چیکار کنم که من میخوام که گریه کنم من میخوام که اون گریه که خداوند در روز قیامت به من میتید همون گریه را در اینجا کنم اما در روز قیامت خندم. پیغمبر خدا گفتن عمر جان اگر میخوایی که دلت حلیم شود صبح دم خیر دوان دوان قبرستان را برای مرده ها دعای خیر کن قبر مرده ها را تماشا کن ای که بر ما بگذری دامن کشان سخت و محتاجم یک الحم بخوان. ای عزیزی من وقتی به پیش قبرستان میگذری مگنیتوفون ماشین تا بلند نکن چش تا کور کردن نگذار یک توقف کن نظر به این عالم خاموشان کن زیرا اینکه در اینجا ثروتمندا خوابند شهبچه ها خوابند کرسی نشینا خوابند پهلوانا خوابند. بنابراین تی هم یک نظر کن. حضرت شمس تبرازی هم میفرماید خدا رحمتشان کند بر گور چندین مرد و زن گر بگذری طعنه مزن اندیشه کن این از وطن ای دل دم بیدار شو اندیشه کن این از وطن ای دل دم بیدار شو برخیز وقتی صبح دم سوی مسجد قدم تا شادمان گردی ز غم ای دل دم بیدار شو تا شادمان گردی ز غم ای دل دم بیدار شو. ثانی رسول اکرم علیه السلام عبدالله ابن عمر باز دوام صحبتشان گفتند ای عبدالله جان من اگر گفتن مبادا که آفتاب این بیگه خود غروب کرد پس کوه رفشیش نماز خفتن که خواندی گو که آخرین خفتن خواندم منتظر صبح نباش زیرا تو نمیدانی که تا صبح برای تو چی واقعه رخ میدهد. هر زمان هر دقیقه مرگ آمدنش ممکن است غافلگیرت میکند تو را خبر نمیدهد مرگ که این ساعت بیاد ساعت دیگر شب میبیاد یا روز در حالت خواب میبیاد یا بیداری تو را آگاه نمیکند اذا جاء اجلهم وقتی که اجل از جانب خدا آمد دیگر مهلت برای تو نیست او در ساعت و دقیقه معینش آمده میرسد کارش انجام میدهد و میرود. حسن بصری رضی الله عنه میگوید وقتی شما بالای جاده خواب میره ای مردم مسلمان ای مردم ایماندار اول سنت خواب روی در جاده که پای به طهارت خواروی طهارت کنه سنت خواب رفتن طهارت کردن است. پیش از خواب 2 رکعت نماز به نیت تهجد خوان و خواب کن اگر مبادا ساعت 2 خیستی باز دوام تهجد ده لیکن مبادا مانده باشی و به همین خواب و تا صبح دوام یافت و این 2 رکعت نماز خواندگی تهجد از گردن ساقط می شود. 2 رکعت نماز به نیت تهجد خوان بالای جاگت برا خواب کن. وقتی اگر مبادا از طرف راستی تو خانمت باشد
عزیز من وقتی که تو خانم در آغوش میکشی دستی چپ تا کم کم ایسو دراز کن که ملک الموت از طرف چپت دراز کشیدگی است. اگر مبادا از طرف چپت که خانم باشه یقین بدان از طرف راستت ملک الموت است و هر دقیقه و هر زمانی که فرمان پروردگار صادر شد ارجع میگوید الی ربک راضیة مرضیه. روح پاک برا از بدن این پاک، از بدن پاک، از بدن با ایمان خارج شد. در حالت خارج می شود که خانمت خبر نمی شود. صبحیدم دست گرمش به بدن یخمانندی تو می رسد که تو علکه تمام شدگی هستی. بنابراین این مرگ از روزی که اجل براید از پیش و پست، شک نیست که مهلت ندهد یک نفست. فریاد نرسد در آن دم از هیچ کست، برباد رود جمله هوا و هوست. حضرت حذیفه ابن یمانی رضی الله عنه صاحب سر رسول الله بودند صلی الله علیه وسلم. یکی از صحابه های جلیل القدر پیغمبری بزرگوارند. ایشان صاحب سر مخفی پیغمبری خدا بودند، امانتدار بودند. حذیفه ابن یمانی میگه شب از شبها خواب دید حذیفه رضی الله عنه که شیطان در خوابش آمد، ابلیس ملعون شیطان در خواب دید که دور ایستاده است و در سرش میکوبد به دستش زار زار میگیریست. حضرت حذیفه گفت که ابلیس چرا اینقدر در سرت میکوبی و اینقدر زار زار میگیری؟ ابلیس به طرف حذیفه ابن یمانی گفت که علت گفت زار زار گیریستن و علت این لطکوبه که من در سرم میکنم دو چیز است. یکی این که پروردگار در لعنت بر بارای من کشادگی است تا قیام قیامت از ملائکه های آسمان سرکرده به انس و جن تمام موجودات هر روز من لعنت میکنند تا روز قیامت این در لعنت برای من کشاده است. یکش این است حسرت، دیگر حسرت و ندامت و گریه و زاره من این است که من هر وقتا که میخواهم درون قلب مؤمن درام برای خودم راه تیار میکنم، برای خودم جا تیار میکنم، میخواهم که درون قلب مؤمن یا مؤمنه درام پروردگار این مؤمن یک واهمه عجیب دادگی است که یک وهم دادگی است که با مجرد اون وهم دیدن آتش از پیش میبراد من خاکستر میکند. برای من در قلب مومن خدا جا را چنان تنگ کرده است که نمیتونم در آمده، هر چند که حرکت میکنم نمیتونم در آمده. آره وقتی انسان مسلمان کامل شد ببینه قرآن چی میگوید والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر، قسم به پیمانه که انسان خسران میکند. انسان راهی ورود شیطان در قلبش خودش کشاده میکند. نواشان پروردگار راه را محکم کرده است، نمیدونه در قلب مؤمن نباید شیطان درآید، لیکن انسان خودش شرایط مهیا میکند تا اینکه شیطان داخل قلبش شود. خود انسان این راه برای شیطان مهیا میکند. و خدا چه میگوید ان الانسان لفی خسر. انسان در زیان است، انسان در خسران است، انسان در گناه و معصیت عمر به پسر میبرد. انسان است که جنایت میکند. با استثناء کرد از دوام آیت الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. مگر خسران نکردند مگر شخصانی که راه داخل شدن شیطان در قلب محکم کردند با واسطه ایمان قوی، با واسطه عبادت و بندگی، ترس خدا، تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید، راه شیطان چیکار کردند؟ در قلباشون بسته کردند. کأنهم بنیان مرصوص. ملائکه های در دستاشون سپردار مثل چی دیوال سرپین گرد قلبشون پیچاندن. دیگر شیطان نمیتواند اینجا درآید. ایمان وقتی کامل شد انسان از ایمان کامل لذت میبرد. وقتی انسان از ایمان کاملش لذت برد دیگر هیچ دشمن انسی و جنی او را دیگر حمله کردن نمیتواند.
غلبه کرده نمیتونه. الا الذین که آمنوا، مگر خسران نمیکنن از ترس خدا، گناه نمیکنن، معصیت نمیکنن، کسانی که ایمان به خدا دارن. و عملوا الصالحات، بعد ایمان به خدا داشتن عمل صالح انجام میدن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، حج میکنن، زکات میدهن، خیر و احسان میکنن، یتیم و بیوزن و بیچاره و مظلوم و کسلی ها را دست یاری و کمک دراز میکنن. هرچند که خانه های خودشان رو 2 ایتاج و 5 ایتاج میکنن، با غمی با یک از دو کس میخورن، با غمی برادرای کمبغلشان میخورن. همین از دنیا. اینم عملی صالح است. هر چیزی که به نفس خودت دوست میداری، پیغمبر خدا گفتن به نفس دیگر برادرات دوست دار. هر چیزی که به نفس خودت شوم میبینی، بد میبینی، به نفس برادر مسلمانت بد بین. وقتی من میخواهم که ماشین خوب داشته باشم، باید بخواهم که این برادرم ماشین خوب داشته باشه. وقتی من میخواهم که خانه خوب داشته باشم، من بخواهم که این برادرای مسلمان خانه خوب داشته باشن. من وقتی میخوام که هر روز گوشت قیله بخورم، هر روز در معرکه اشتراک بخوام که این برادران در معرکه اشتراک کنن. من نسبت این برادران بدبین نباشم. باید من مسلم یا رسول الله. کی مسلمان میگم؟ این مردم همه خودش مسلمان میگوید. کی است استینی مسلمان؟ واقعی مسلمان کی است؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ من سلم مسلمون من لسانی و یده. بهترین مسلمان همون مسلمان است که از دست و زبان این مسلمان دیگر مسلمان ها در امان باشند. این است مسلمانی. عملی صالح انجام میدن. و تواصوا بالحق، یک دیگر را به حق دعوت میکنند. همتانه این همت میکنند